سلام خوبین بچه ها، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون و امیدوارم هر جا که هستید در پناه ایزد سلامت، تندرست و دلشاد باشید. عزیزان، امشب هم در کنار هم هستیم با یک انرژی ماه به ماه دیگه. انرژی خانی بسیار قوی روزانه رو خواهیم داشت با برگ های چای و البته که مثل همیشه از دک قدرتمند تاروت در کنارش کمک خواهیم گرفت. برای هر 12 ماه سال انشالله انرژی خانی روزانه رو انجام خواهیم داد. اما قبل از شروع لطفاً اگر که هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، برای همراستا شدن با انرژی خانی امشب لطفاً کانال رو سابسکرایب بکنید، این ویدیو رو لایک کنید و کد کیهانی 344 رو در قسمت کامنت ها لطفاً بنویسید. من فضا رو پاکسازی کردم از هر گونه انرژی های منفی و نیروهای شیطانی و انرژی های مثبت، نیروهای معنوی، فرشتگان و روحهای پاک رو به این قسمت از کره زمین برای کشف و شهود بهتر دعوت میکنیم. خب فروردینی عزیز، لطفاً نیت کن. به نام خداوند بخشاینده مهربان بریم ببینیم که برای شما چه خبرهایی در راهه. خب فروردینی میگه به خاطر یه موضوعی که خیلی برات مهمه داری خیلی چیزها رو فدا میکنی. یه وقت آدم یه هدفی داره و خیلی چیزها رو زیر پا میذاره برای رسیدن به اون هدفش. فروردینی الان در این موقعیته و میگه داری خیلی از لذتها رو یا خیلی از موقعیتها رو زیر پا میذاری برای رسیدن به یک هدف بزرگتر، برای رسیدن به یک در واقع نتیجه خیلی ارزشمندی که توی ذهنت داری و میگه برات اتفاق میفته انشالله. یه آقایی که بسیار پرتلاش زحمتکش در کنارته، میگه این آقا برای تو قدمی برمیداره یا خوشحالت میکنه. بعضی هاتون بچه ها الان حس محدودیت یا حس در تنگنا بودن و بستگی رو دارید، انگار که یه کاری رو میخواید انجام بدید یا میخواید قدمی بردارید، رفتاری رو بکنید، حرفی رو بزنید ولی شرایط مهیا نیست یا شما نمیتونید که این در واقع اقدام رو داشته باشید. به زودی شرایط براتون تغییر خواهد کرد. عزیزانی که اول حروف اسمی یا فامیلیشون آی با کلاه هستش، برای شما پول ضریب 2 رو دارم میبینم که به دستتون میرسه. میگه یه حمایتی رو از کسی دور میکنی، یعنی از کسی حمایت میکردی، ازش پشتیبانی میکردی، یه رفتاری ازش میبینی که تجدید نظر میکنی و اون حمایت همیشگی رو دیگه ازش نخواهی داشت. شفای یک بیمار رو داره نشون میده، بیماری که مدت طولانی با یک مریضی دست و پنجه نرم کرده و خیلی ها نگرانش بودن. میگه شفا پیدا میکنه رو وعده زمانی 10 روز 10 هفته، انشالله که برج 10 شفا و بهبودی داره. خب یه آقا یا یه خانومی که خیلی بیکاره، دائم سرش تو گوشیه، داره پشت سرت حرف میزنه، داره پشت سرت چیزهایی رو میگه که اصلاً مربوط به تو نیست. ببین یه سریاش به گوشت میرسه، یه سریا رو هم شاید اصلا متوجهش نشی. میگه این آقا یا خانوم که به نظر میاد خانومه، یه فرزند کوچیک هم عذر میخوام بچه‌ها، یه فرزند کوچیک رو هم داره و میتونه برات مشکلاتی رو بسازه. توی حروف اسمی یا فامیلیش سین یا هی گرد رو دارم میبینم، سین شین یا هی گرد رو دارم میبینم، یا باز هم آی با کلا رو داره به من نشون میده. داره نشون میده که فروردینی یه شکستی، یه سقوطی رو داشتی، حالا توی زمینه احساسی، کاری، مالی. میگه تا 8 وعده زمانی آینده خداوند برات جبرانی رو انجام میده، یا خود اون چیز به زندگیت برمیگرده یا انرژی مشابهش وارد زندگیت میشه. اگر که اول حروف اسمی یا فامیلیت ف هست،
یه شخصی رو دارم میبینم زیر نظر داری که توی حروف اسمی یا فامیلیش یکی از انواع ز هست، رز، ذات یا زال یا دالزال، یا میگه چنین شخصی تو رو تحت نظر داره. یه بهمن ماهی توی زندگی تأثیر بسیار زیادی رو گذاشته و خواهد گذاشت. 2 رفتار رو دارم میبینم برات از طرف شخصی که یه روز محبت میکنه و فرداش انگار که سرد میشه، یعنی یه جورایی انگار که در واقع تعادل رفتاری رو نداره، یا 2 شخصیتیه، یا تضاد رفتاری داره، انگار 2 نوع رفتار مختلف رو از خودش نشون میده و این آدم که انگار ثبات شخصیتی نداره حسابی تو رو به هم ریخته و باعث در واقع رنجشت شده، داری ازش فاصله میگیری و اتفاقا میگه کار خوبی رو هم میکنی. این فاصله میتونه برات خیلی عالی باشه. خب یه به هم رسیدن رو دارم میبینم. اگر که با یه پاییزی در رابطه هستی احتمال به هم رسیدنتون بسیار زیاده و میگه یه خانومی که فرزند دوقلو داره یه گره یا مشکلی توی زندگیش هست که براش حل خواهد شد. میگه الان سر راه زندگیت یه دستانداز بزرگ وجود داره، یه مانع بزرگ وجود داره، ولی تو خیلی قدرتمندتر از این مانع هستی و به راحتی این رو هم پشت سر میذاری. ناامید نباش. اگر اول حروف اسمی یا فامیلیت نون هست یه شخص خیلی دلتنگته. یه آقا یا خانومی که ابروهای پرپشتی داره و توی صورتش یه خالی، یه علامتی داره، میگه داره بهت فکر میکنه یا میخواد به سمتت قدمی رو برداره و برات کاری رو انجام بده. یه مهاجرت رو دارم میبینم، مهاجرت یه خانواده که به احتمال زیاد 4 الی 5 نفر هستن و میگه این مهاجرت باعث میشه که فرزندان اون خانواده در کشور جدید بسیار موفق بشن. از لحاظ تحصیلی یا کاری موفقیت فرزندان رقم میخوره، هرچند که ممکنه شرایط برای پدر و مادر سخت بشه. یه اتصال دورادور رو دارم میبینم، بین 2 نفر فاصله‌ای وجود داره ولی هر دو به همدیگه وصلن. اگر در رشته‌های مثل شنا مشغول به فعالیت هستید یا دارید یاد میگیرید شنا رو، براتون یه موفقیت، یه پیروزی، نه در زمینه ورزش، در زمینه زندگی، توی همه مراحل زندگی میتونه باشه. دارم میبینم که اتفاق میفته. خرید ماشین مدل بالا یا فروشش رو هم برای فروردینی ها میبینم. خب بریم سراغ کارت های تاروت برای دوستان عزیزم متولدین فروردینی. لطفا نیت کن و اگر آماده و پذیرای دریافت انرژی های مثبت هستی این ویدیو رو لایک کن و کد کیهانی 344 رو در قسمت کامنت ها لطفاً بنویس. خب فروردینی میگه یه پیشنهادی از الان تا 26 روز آینده دریافت میکنی که هم ظاهر خوب و جذابی داره، هم میتونه نتیجهش برات خوب باشه. یعنی اونقدر ظاهرش جذابه که یه مقداری به این پیشنهاد یا این درخواست شک میکنی، ولی نتیجهش میتونه برات خوب باشه. البته که باید با آگاهی و با بینش جلو بری، با چشمهای باز. اگر توی رابطه جنسی هستی و خصوصا اگر که رابطه رو به تازگی شروع کردی یا در واقع با بیشتر از یک نفر در ارتباطی، بیماری های جنسی رو دارم برات میبینم و هشدار اومده. میگه منتظر یه خبر مالی هستی یا منتظر یه پولی هستی که زودتر از اون چه که فکرش رو بکنی به دستت میرسه. یه چک کردن 2 طرفه رو در فضای مجازی دارم میبینم برای فروردینی ها و میگه یه خبر، یه تماس روی گوشی همراهت
یا در فضای مجازی دریافت میکنی 8 ساعت 8 روز آینده که خوشحالت میکنه. یه جلسه یا یه نشست رو دارم میبینم با 1-2 نفر انگار خواهی داشت و این جلسه و نشست انگار که برای تو بسیار خوشایند نتیجهش، یا با 1-2 نفر انگار سر موضوعی به توافقی میرسی. شرکت توی جشنی، توی مهمونی رو دارم برات میبینم 3 روز تا 3 هفته آینده که بسیار بهت خوش میگذره. حتی میتونه مهمانی خودت باشه و خودت میزبان باشی. بسیار عالی. بریم سراغ دوستان عزیزم متولدین اردیبهشت. اردیبهشتی عزیز لطفاً نیت کن. خب اردیبهشتی عزیز اگر که این دوربین اجازه بده بریم برای اردیبهشتی عزیز و دوست داشتنیمون. اردیبهشتی برای شما دارم میبینم سخت دارید تمرکز میکنید روی کاری، سخت دارید تلاش میکنید روی موضوعی، انگار که تمام انرژیتون رو 100تون رو گذاشتید برای این موضوع و میگه به نتیجه میرسید. هرچند من دارم برای شما مشکل و مانع و در واقع چالش میبینم ولی میگه به نتیجه انشالله خواهید رسید. میگه همای سعادت، مرغ شانس و اقبال روی شونه های اردیبهشتی میشینه که الان خیلی غمگینه، الان سرش رو گذاشته پایین و داره اشک میریزه، الان خودش رو جمع کرده، مچاله کرده و داره به غمهاش فکر میکنه. یه مرغ سعادت میاد روی شونه هاش میشینه و براش اتفاقات بسیار خوب، نور و روشنی در راهه. موضوع دیگه که بچه ها براتون دارم میبینم میگه تعادل به زندگیتون و کارتون برمیگرده. انگار که الان توی مسائل زندگیتون یا توی رزقتون، کارتون یک نوع خللی به وجود اومده یا بستگی هایی هست، مشکلاتی هست، تعادل زندگیتون به هم خورده یا سر رشته انگار از دستتون خارج شده، تسلط روی مسائل ندارید، دیگه نمیتونید کنترلش بکنید. میگه دوباره به شما برمیگرده. اگر که روی مسئله مالی قفل شدگی دارید میگه به زودی باز خواهد شد. یه سردرد بابت یه اعصاب خوردی رو دارم برات میبینم. انگار یه شخصی میاد اعصابت رو به هم میریزه و یه 3-4 روزی سردردهای تنشی و عصبی برات دیده میشه. سفر هوایی داخلی رو دارم برات میبینم به داخل کشور که برات بسیار روشنه. میگه رو وعده زمانی 7 یا 8 اتفاق میفته. اگر متولد 78 هستی میگه یه فرشته محافظ داری، یه فرشته‌ای که از تو در برابر خیلی چیزها محافظت میکنه. یا میگه اگر قرار راهی رو اشتباه بری این فرشته محافظ نمیذاره. داری میجنگی با شخصی یا یه شخصی انگار داره بهت ظلم میگه، انگار گرز آهنی رو گرفته تو دستش و بالای سرت نگه داشته و داره بهت زور میگه. میگه تا یک وعده زمانی آینده از این زور، از این ظلم رها میشی، به آرامش میرسی. سفر 2 نفره افتاده، سفر 2 نفره ماشینی، حتی میتونه یه گردش 1 روزه باشه با عشقت، با همسرت یا با دوستت که میگه بسیار بهت خوش میگذره. اگر که توی ورزش هایی مثل ایروبیک یا پرتاب وزنه، ورزش هایی که با دست و بازو بیشتر سر و کار داره، مثل ورزش های باستانی برای آقایون یا ورزش های بادی بیلدینگ و فیتنس هم برای آقایون هم برای خانوم ها، میگه رو وعده زمانی 2 روز 2 هفته یه خبری یا یه اتفاقی توی زندگیت رخ میده که خیلی چیزا رو تحت تأثیر قرار میده و اتفاق و خبر خوشایندی هم هستش. یه شماره تماسی رو دارم میبینم که توش 2 بار تکرار شده. برات تماسی اتفاق میفته که خوشحالت میکنه. یه خانوم یا آقایی رو دارم میبینم سر نسبتاً بزرگی داره. میگه این آقا یا خانوم میتونه برای شما مشکلاتی رو ایجاد بکنه، براتون بستگی هایی رو به وجود بیاره.
این آقا یا خانوم میگه پشت سرتون داره اقداماتی میکنه، حسادت‌هایی رو نسبت به زندگیتون داره. باید خیلی حواس جمع باشید. اگر که خودتون توی حروف اسمیتون میم یا دال یا دز رو دارید، مثلا فامیلی که توش دز باشه، مثل ذوالفقاری، مثلا ذبیحی یا زکریایی، همچین فامیلی. میگه اگر که چنین اسم‌ها یا در واقع حروفی توی حروف اسمی یا فامیلیتون هست، توی رقابتی، توی مسابقه‌ای، توی نبردی با دشمن برنده شدن داری، پیروز شدن داری. از محمد یا احمد یا فربد، محبود براتون دارم خبر و پیام شاد میبینم که دریافت میکنید. خب بریم سراغ کارت های تاروت برای دوستان عزیزم متولدین اردیبهشت. اردیبهشتی لطفا نیت کن و اگر آماده و پذیرای دریافت انرژی های مثبت هستی این ویدیو رو لایک کن و کد کیهانی 344 رو در قسمت کامنت ها لطفا بنویس. خب اردیبهشتی میگه بحث و دعوا برات فایده نداره، خصوصا از الان تا 16 روز آینده باعث پشیمونیت میشه. میگه اگر بین خودت و شخصی به خاطر یه بحث و دعوا فاصله و جدایی افتاده و تو خیلی از این بابت ناراحتی و دوست داری که دوباره آشتی اتفاق بیفته، یه نذری رو انجام بده. یه نذری با ضریب 60,000 تومان، 120,000 تومان، 180,000 تومان، هر چقدر که در توانته. البته که الان 60,000 تومان و 120,000 تومان و این رقم ها دیگه پولی نیست. میگه یک نذری رو انجام بده و انشالله که یک تغییری در این مسئله به وجود میاد و آشتی برات نزدیک میشه. اگر که نذری برای یه تغییری انجام دادی، دلت میخواد یه تغییری توی زندگیت رخ بده، یه اتفاقی بیفته، یه نذری رو انجام دادی، میگه اون نذر انشالله برآورده میشه، قبول میشه و حاجت روا خواهی شد. میگه صدقه و خیرات میتونه خیلی توی زندگی تو مشکل گشایی ایجاد بکنه. از لحاظ مالی و کاری تغییرات بزرگ برات وجود داره، پیشرفت وجود داره. میگه تا اردیبهشت ماه اوضاع مالی و کاری اردیبهشتی، یعنی تا ماه تولدش، خیلی خیلی بهتر میشه، به ثبات میرسه، به تعادل میرسه. یه خانومی رو دارم میبینم که اوضاع مالی خوبی داره. اگر خانوم هستید به استقلال و پیشرفت مالی رسیدن دارم میبینم براتون، وگرنه میگه از طرف یه خانومی حمایت مالی خواهی داشت. اردیبهشتی سلامتی افتاده برای بیماران و بعد زمانی 6 انشالله به لطف پروردگار، و میگه یه توافقی بین تو و شخصی صورت میگیره که بسیار عالیه، یا داره یه دیدار عاشقانه رو نشون میده برای اردیبهشتی رو وعده زمانی 6. اگر نیتش رو داشتید میگه تا 6 وعده زمانی آینده دیدار عاشقانه‌ای دارید، و اگر تو رابطه خوبی هستید میگه این رابطه از طرف خداوند و فرشتگان داره محافظت میشه و احتمال اینکه به ازدواج ختم بشه بسیار زیاده. خب بریم سراغ دوستان عزیزم متولدین خرداد. خردادی لطفا نیت کن. خب خردادی عزیز و دوست داشتنی، بریم ببینیم که برای شما چه خبرهایی در راهه. خردادی میگه این هفته یک موج پرقدرت احساسی رو انگار دریافت میکنی. حالا اگر که تو رابطه هستی میتونه از طرف همسر یا پارتنرت باشه، وگرنه ممکنه یه پیشنهاد عاطفی باشه، یا اینکه توجه کسی رو به خودت جلب بکنی یا شخصی در واقع تو رو به خودش جذب بکنه. اگر هم کات هستی احتمال اینکه این هفته احساس دلتنگی
شدیدی داشته باشی یا شخص مقابل خیلی دلتنگت بشه بسیار زیاده. میگه یه مقداری توی موضوعی سر به هوا هستی، یه مقداری حواست به دور و برت نیست یا داری یه موضوع رو خیلی در واقع سرسری میگیره، میتونه برات مشکل ساز بشه. باید بیشتر حواس جمع باشی روی مسائل و اهدافت و تمرکز داشته باشی. هر چیزی رو به شوخی نگیری. یه سفر داخلی رو دارم برات میبینم با هواپیما، میگه تا 27 روز آینده یا نهایت 72 روز آینده اتفاق میفته. یه پولی به دستت میرسه که یه هزینه ناگهانی هم پشت بندش اتفاق میفته، ولی باز هم انگار این پوله برات برکت داره و میمونه. یه خانومی رو دارم میبینم که سنش از شما بیشتره، از شما دلخور، ناراحته. خانومیه که قبلا توی زندگی شما روشنایی هایی رو به وجود آورده و باعث پیشرفتتون شده، باعث اتفاقات خوبی توی زندگیتون شده. میگه باید حتما ازش دلجویی کنید و قلبش رو به دست بیارید. یه خانومی رو دوباره دارم میبینم با موهای بسته که چشم انتظاره، نگاهش به صفحه گوشیشه، منتظر پیامیه، منتظر تماسیه. میگه رو وعده زمانی 4 روز، 4 ساعت، 4 هفته، 40 روز از این چشم انتظاری انشالله بیرون میاد. برات دارم دردهای خفیف در گردن میبینم یا در کمرت میبینم. بدنت نیاز به استراحت بیشتری داره خردادی. یه مقداری باید حواست بیشتر به بدنت باشه و در واقع از استراحت جسمی و روحی غافل نشی. خوابهات رو هم باید تنظیم بکنی. خوابت دارم میبینم خیلی به هم ریخته است. احتمال اینکه یه طلب قدیمی برات زنده بشه وجود داره. اگر که تو رابطه‌ای هستی که تا الان خیلی از رابطه راضی نبودی، میگه احتمال اینکه طرف مقابلت آروم آروم متوجه ارزش تو بشه و رفتارش نرمتر بشه، عاشقانه تر بشه بسیار زیاده. انگار که میفهمه هیچ کسی براش مثل شما نمیشه. یه مقدار باید برنامه‌های کاریت رو بیشتر منظم بکنی. یعنی نظم توی کارهات یه مقدار کم دیده میشه. یه مقدار هرج و مرج رو دارم میبینم. توی جشنی، توی مهمانی گروهی شرکت میکنی، بهت بسیار خوش میگذره، بگو بخند و شادی و رقص رو دارم میبینم. یه آقایی میگه از دور داره زندگیت رو رصد میکنه. انگار ذره‌بین گرفته دستش، رفته روی بلندی ایستاده و حواسش به زندگی توه. اگر که آقا و خانومی هستید که الان یک وعده هست، 1 هفته، 1 ماه با هم قهرید، احتمال بازگشت براتون دیده میشه. یه پیشنهاد کاری یا همکاری رو دارم برات میبینم. انگار که اولش به نظرت خیلی سخت میاد، دوست نداری که قبولش بکنی، اما در نهایت میتونه به نفعت باشه اگر که قبولش بکنی. از الان تا 20 روز آینده 1-2 بار مجبور میشی که تصمیمات سریعی رو بگیری. حیوان خانگی رو دارم میبینم. حیوان خونگی در کنار یه فرزند کوچولو. انگار یه خانواده‌ای یه فرزندی رو دارن و یه حیوان خانگی رو میخوان به سرپرستی بگیرن، یا بالعکس حیوان خانگی رو دارن و بارداری براشون اتفاق میفته. تیر و کمانی رو توی دستت گرفتی و باز هم داره نشون میده داری برای هدفی خودت رو متمرکز میکنی، به اون هدفی که داری میرسی، به اون نیتی که داری میرسی، چون داری صد خودت رو برای اون هدف میذاری. اگر در اطرافت بیماری هست که خیلی بیدلیل بیمار شده، میگه نیروی چشم و نظر توی زندگیش هست و باید حتما پاکسازی کنه، حتی میتونه برای خودت هم باشه. خب بریم سراغ کارت های تاروت برای دوستان عزیزم متولدین خرداد. خردادی عزیز لطفا نیت کن و اگر آماده و پذیرای دریافت انرژی های مثبت هستی
این ویدیو رو لایک کن و کد کیهانی 344 رو در قسمت کامنت ها لطفاً بنویس. خب خردادی عزیز و دوست داشتنی، چقدر کارت های مثبت و خوبی. خردادی میگه که تولد فرزند پسر، همونطور که توی انرژی چای بهت گفتم برات در راهه. اگر رقیبی وجود داره میگه به زودی حذف میشه، پوچ خواهد شد. میگه یه پیشنهاد عاطفی داری یا شخصی با محبتش انگار که قلب تو رو به دست میاره. از یه ازدواج صحبت میکنه، از یه مهاجرت صحبت میکنه. میگه کسی در حق اردیبهشتی، در حق خردادی بدی رو کرده، داره تاوان پس میده، توی شرایط کارمایی قرار گرفته. میگه یه خبری با تلفن به گوشت میرسه که خوشحالت میکنه. 8 ساعت 8 روز آینده کارها سرعت میگیره، سفر هوایی داری، سعی کن که وارد بحث نشی از الان تا 16 روز آینده. هر بحثی میتونه برات باعث پشیمونی بشه، میتونه باعث یک جدایی یا اختلاف بزرگی بشه. اگر که سر و کارت با گوشی و تبلت و موبایل و اینجور مسائله، میگه یه خبری به گوشت میرسه یه مقداری ناراحتت میکنه، ولی خیلی زود میتونی خودت رو جمع و جور بکنی. حتما صدقه رو هم کنار بذار. میگه خیرات و صدقه میتونه مشکل گشا باشه برای زندگی خردادی. اگر که نذری رو کردی انشالله حاجت روا خواهی شد. برای هیچ مسئله راه دعایی نرو خردادی، یا اگر رفتی سعی کن که باطلش بکنی، چون میگه سنگینیش به زندگیت بر میگرده. اگر پدر یا مادری هستی بین فرزندانت فرقی نذار، یا بین عروس و دامادت فرق نذار. اینجوری اونها رو به جون هم میندازی و باعث جدایی اونها میشی، باعث فاصله و تفرقه بین فرزندانت میشی. ضمن این که برای خودت هم میتونه کارمای بدی داشته باشه، تاوان بدی داشته باشه. بسیار عالی. بریم سراغ دوستان عزیزم متولدین تیر ماهی. لطفا نیت کن. خب تیر ماهی عزیز و دوست داشتنی، بریم ببینیم برای شما چه خبرهایی در راهه. تیر ماهی کسی داره برات سوغاتی میاره یا داره برات هدیه‌ای میاره، انگار از راه دور کسی میخواد بهت خبری رو برسونه. همه اینها رو داره به من نشون میده. میگه یه آرامشی که مدت هاست دنبالشی داره آروم آروم به زندگیت بر میگرده تیر ماهی. اگر که قهر یا سردی بین تو و شخصی وجود داره، انگار یه حرف کوچیک یا یه عکس‌العمل کوچیک میتونه که یخها رو آب بکنه و فضا دوباره گرم و صمیمی بشه. برای مجردین دارم میبینم که احتمال این که یه عشقی از قدیم دوباره سر و کلش پیدا بشه وجود داره. اگر که کشاورز هستید یا تو کارهای کشاورزی مشغول به کار هستید، ابزارالات صنعتی و کشاورزی میفروشید، براتون دارم میبینم یک غمی، یک دردی انگار براتون به پایان میرسه. یه سیاهی از زندگیتون عبور میکنه. یه مادر و فرزند تنها رو دارم میبینم و همسری که بیماره متاسفانه یا به تازگی فوت شده و مادر و فرزند بسیار غمگین و تنها هستند. میگه این مادر و فرزند رو بعد زمانی 7 یا 8 یه اتفاق بسیار خوب، یه معجزه توی زندگیشون رخ میده و این غم و تنهایی رو براشون از بین میبره. اگر خدای نکرده همسر یا پارتنرت بیماره، شفا و بهبودی رو بعد زمانی 2 براش اتفاق میفته. میگه یه رابطه عاطفی رو علی رغم میل باطنیت، حس قلبیت میخوای کات کنی، میخوای به پایان برسونی، ولی برات روشنه، انگار چاره‌ای نداری.
میگه سر زدن به طبیعت میتونه بهت آرامش بده. پرنده ها، صدای طبیعت، صدای رودخونه، درخت. اگر که حس و حالت این روزها خوب نیست، شده 1-2 ساعت برو به دل طبیعت و با خودت خلوت کن. میتونه خیلی برات تاثیرگذار بشه. میگه توی این ماه یه مقدار خستگی زیاد داری، یعنی فعالیتات بیشتر میشه، سنگینی کارهات بیشتر میشه، ولی میگه نتایج خوبی هم میگیری. اگر قصد تغییر شغل داری، برات دارم عالی میبینم. نشونه های خوب میبینم بابت این موضوع. پول های کوچیک و تیکه تیکه وارد زندگیت میشه. سعی کن که یه جورایی بخشیش رو پس انداز کنی، چون انگار برای یه خریدی به دردت میخوره. میگه از الان تا 40 روز آینده استرس های ذهنی تیرماهی کمتر میشه. یه مقدار باید بیشتر مراقب دستگاه گوارشت باشی. سردردهای عصبی، درد در معده، مشکلات گوارشی به خاطر تنش ها و استرس هایی که این روزها داری پشت سر میذاری برات میبینم. میگه دعای یه شخصی که اول حروف اسمیش عین یا الف یا ب هست برای تو خیلی خیلی کارسازه. انگار برات فراوونی میاره، انگار برات گشایش میاره. یه ارتباط جدید رو دارم میبینم، یا یه پیامی که یواش یواش زیاد میشه، ارتباطی که آروم آروم گسترش پیدا میکنه. حالا میتونه احساسی باشه، میتونه کاری باشه، شراکت باشه، دوستی باشه. یه حسی داره قوی میشه. برای عده‌ای از تیرماهی ها متاسفانه رقیبی رو دارم میبینم که از لحاظ سنی از خودتون کوچیک‌تره. حالا چه آقا هستید چه خانوم فرقی نداره. و این باعث شده بین شما و پارتنر یا همسرتون مشکلاتی رو به وجود بیاره. رقیبیه که گذشته خیلی بدی هم داشته، انگار با چندین و چند نفر در ارتباط بوده و انگار از این کار لذت میبره، از این تنوع در واقع جنسی و تنوع ارتباط لذت میبره. باید خیلی مراقب باشید، حواس جمع باشید تا بتونید که این رو از زندگی خودتون دور کنید. بسیار عالی. بریم سراغ کارت های تاروت برای دوستان عزیزم متولدین تیر ماهی. لطفاً نیت کن و اگر آماده و پذیرای دریافت انرژی های مثبت هستی این ویدیو رو لایک کن و کد کیهانی 344 رو در قسمت کامنت ها لطفاً بنویس. خب تیر ماهی میگه یه شخصی ازت حمایت میکنه و درست به موقع این حمایت میرسه و مشکلی برات حل میشه. تولد فرزند پسر، بارداری فرزند پسر، همه اینها رو داره به من نشون میده و میگه فرزندیه که بسیار خوش قدمه و قدمش خیر و مبارکه و برای خانواده روشنی میاره، برکت میاره، روزی میاره. اگر آقایی هستید که بالای 48 سال سنتونه، پدر شدن رو میتونه برای شما هم نشون بده اگر در آرزوش هستید. اینجا داره میگه رقیب پوچ میشه. رقیب قدری که داری پوچ میشه. شکر خدا. رو وعده زمانی 10 میگه الان ذهنت خیلی به هم ریخته است، کارهات زیاد شده، مسئولیتات سنگین شده، ذهن درگیر 1-2 تا مشکل همزمانه، ولی رو وعده زمانی 10 انشاءالله به آرامش میرسی. میگه خیلی مراقب رابطه هستی، برای رابطه تلاش میکنی و این رابطه برات موندگار خواهد شد. اگر که کاری رو شروع کردی، هدفی رو پیش گرفتی ولی هنوز نتیجه ازش نگرفتی، ناامید نباش. بین 9 تا 10 وعده زمانی آینده نتیجهش رو خواهی دید.
نتیجه مثبتش رو خواهی دید. یه شادی در جمع خانواده اتفاق میفته، یه تغییر بزرگی انگار قراره توی خانواده رخ بده و این شادی رو رقم میزنه برای خانواده. میگه زندگی تیرماهی از یک پلی داره رد میشه و وارد یه مرحله دیگه‌ای میشه. اگر که مشکلات مالی داری برات حل میشه، انگار رزق و روزی و برکت برات میاد، انگار از آسمون برات سکه میباره. هر نوع گیر و گرفت مالی که داری میگه برات به پایان میرسه به لطف خداوند. اگر که این روزها بی پول هستی حتما صدقه ای رو بده. صدقه دادن باعث میشه رزق و برکتت بیشتر بشه. در عین بی پولی پولی رو به کسی بده تا خداوند چندین برابرش رو به زندگی تو برگردونه و نتیجهش متعجبت میکنه. بسیار عالی. بریم سراغ دوستان عزیزم متولدین مرداد. مردادی عزیز لطفاً نیت کن. خب مردادی عزیز و دوست داشتنی، بریم ببینیم برای شما چه خبرهایی در راهه. مردادی انگار که واسطه آشتی بین دو نفر میشی یا واسطه آشنایی بین دو نفر میشی، یا دارم برای عده‌ای از مردادی های عزیز یه ازدواج با واسطه، آشنایی با واسطه رو میبینم که میگه خیلی روشنه. موضوع دیگه میگه یه پولی با ضریب 7 به دستت میرسه که درست زمانی به دستت میرسه که بهش خیلی نیاز داری و یه مشکل بزرگ رو برات حل میکنه. ارتباطاتت بیشتر میشه، یعنی دایره آشنایی و روابطت گسترش پیدا میکنه. یه خانومی که چادر سرش میذاره انگار داره برات دعا میکنه، یا یه خانومی که نماز داره میخونه انگار تو دعای خیرش تو هستی. میگه اگر الان بی‌حوصله و کسل هستی و تو انزوایی، دلت نمیخواد که تو جمع باشی، تا 2 وعده زمانی آینده علتش هر چه که هست برطرف میشه و دوباره شاد و سرحال خواهی شد. میخوای یه خبری رو به شخصی برسونی یا حرفی رو بهش بزنی ولی دائم داری دل میکنی، یا شخصیه که میخواد حرفی رو بهت بزنه یا خبری رو بهت برسونه ولی انگار دو دله. از طرفی دارم میبینم کسی میخواد بهت کمکی برسونه ولی تو بهش پشت کردی. کسی میخواد خودش رو به تو نزدیک کنه ولی تو بهش پشت کردی. اگر تو رابطه هستی یه سوء تفاهم کوچیک ممکنه از الان تا 2 هفته آینده ایجاد بشه و یه مقدار بین شما کدورت به وجود بیاره، ولی میگه خیلی زود رفع میشه، خیلی سریع برطرف میشه. اگر کار اداری داری تا 10 روز آینده برات حل میشه. اگر فریلنسر هستی یا کار آنلاین انجام میدی یا مهارتی داری که با فضای مجازی سر و کار داری، میگه 1-2 تا ایده جذاب به ذهنت میرسه که خیلی برات میتونه پول ساز باشه. برای عده‌ای دارم میبینم منبع درآمد جانبی پیدا میکنید. روی خوابت باید بیشتر نظم داشته باشی. خوابت به هم ریخته است و این میتونه مشکلاتی رو در روحت، در سلامتیت ایجاد بکنه. تمرکزت به خاطر تنش‌هایی که این روزها داری کمه و سیستم عصبی خسته‌ای رو داری مردادی. از طرفی مقدار آب مورد نیاز بدنت رو هم دارم کم میبینم. مصرف آبت رو باید بیشتر بکنی. روزهای پایانی این ماه میگه خبر خوشی به گوشت میرسه. یه مقدار این روزها حساس تر از همیشه هستی و ممکنه که با کوچکترین حرفی یا رفتاری به هم بریزی. مراقب باش تا بتونی که این جریان رو مدیریت بکنی، کاری نکنی یا حرفی نزنی که پشیمون بشی. خانومی رو دارم میبینم که 2 تا کیسه پر از پول دستشه. اگر خانم هستید منتظر پولی هستید، پول خوبی به دستتون میرسه. حالا میتونه از فروش چیزی باشه، از
در واقع سود چیزی باشه، حق و زحمه کاری باشه، وامی باشه. برای عزیزانی که مجرد هستن یه شروع آروم و لطیف رو دارم میبینم. میگه در تاریخ که 7 داره، یا 7 روز آینده یا تا 7 هفته آینده، یه شروع عاطفی رو داری که آروم آروم میرید جلو، ولی یواش یواش خیلی عمیق میشه. شاید این رابطه آروم جلو بره، ولی میگه همینطور که آروم جلو میره عمیق میشه. یه پولی دیرتر از زمانی که منتظرش هستی ممکنه برسه. باز هم داره اومدن پول رو نشون میده برای مردادی ها و میگه تایمی میرسه که باش میتونی یه خرجی رو داشته باشی، یه خریدی رو داشته باشی. از متولد آبان یا بهمن برات دارم خوشحالی میبینم. از شماره تماس 563 برات یه تماس مهم برقرار میشه، تماسی که باعث خوشحالیت میشه. بسیار عالی. بریم سراغ کارت های تاروت برای دوستان عزیزم متولدین مردادی. لطفا نیت کن و اگر آماده و پذیرای دریافت انرژی های مثبت هستی این ویدیو رو لایک کن و کد کیهانی 344 رو در قسمت کامنت ها لطفا بنویس. خب، مردادی میگه یه پیشنهادی رو داری که ظاهر قشنگی داره، ظاهر جذابی داره، وسوسه برانگیزه، ولی میتونه تو رو دچار پشیمانی و دردسر کنه. از الان تا 15 روز آینده حواست باشه. پیشنهاد کاری، مالی، عاطفی، بیشتر دقت کن. میگه اگر که با کسی قهر هستی آشتی داری، کسی که برات مهمه و این آشتی هم تو رو شاد میکنه و هم طرف مقابلت رو. هدیه گرفتن، هدیه دادن رو دارم برات میبینم. حالا تو فکر این هستی که برای شخصی چشم روشنی ببری، هدیه‌ای ببری، یا شخصی بهت هدیه‌ای رو تقدیم میکنه. یه آغاز نو داری توی وعده های آتش که وعده های ماه تولدت هم هست، میتونه توی فروردین یا مرداد باشه. آغاز یه کار جدید، یه رابطه جدید، یا استارت یه مهاجرت. میگه داری چیزی رو یاد میگیری یا داری روی مسئله تمرکز میکنی که خیلی برات پول سازه. یه پولی با ضریب 8 به دستت میرسه که باعث خوشحالیت میشه، مشکلی رو برات حل میکنه. انگار هم خودت خوشحال میشی هم تمام اعضای خانواده. اگر تو رابطه‌ای هستی که رابطه خوبیه، احتمال این که به یه خانواده تبدیل بشید و رسمی بشه این رابطه بسیار زیاده. بعضی هاتون بچه ها دلتنگید یا یه شکست عاطفی رو دارید تجربه میکنید. میگه به زودی عدالت در حقتون اجرا میشه. کسی که قلبتون رو شکسته خودش دل شکسته میشه. کسی که آزارتون داده آزار میبینه، رنج میبینه. اگر نگران یه کار دادگاهی هستی یا یه کار قانونی هستی، میگه موفقیت داری. برای عده طلاق و جدایی افتاده، ولی میگه اگر که نیتش رو داری بیشتر روش فکر کن، احتمال پشیمانی برات دیده میشه. انگار یه غمی بعد از این طلاق و جدایی یا یه پشیمونی به دلت میشینه، چه آقا هستی چه خانوم، که شاید دیگه نتونی جبرانش کنی، شاید دیگه نتونی که در واقع این رابطه رو بسازی، فرصتش رو دیگه پیدا نکنی. پس قبلش خوب به این موضوعات فکر بکن. بسیار عالی. بریم سراغ دوستان عزیزم متولدین شهریور. شهریوری عزیز لطفا نیت کن. خب، شهریوری عزیز و دوست داشتنی، بریم ببینیم برای شما چه خبرهایی در راهه. خب، شهریوری دارم میبینم اگر آقا هستی، یه خانومی انگار که با بیرحمی تمام
تو رو رها کرده و رفته و تو خیلی غمگینی، یا شاید هنوز امیدواری که خانم برگرده. میگه این خانم راهش رو انتخاب کرده و احتمال بازگشتش کمه، ولی اگر که تو فراموش کنی و دفتر گذشته رو ببندی، یه خانم بسیار خوب و وفادار و سازگار و زیبا سر راهت قرار میگیره. یه زن و شوهری رو دارم میبینم که انگار یه بچه دارن، مشکلات مالی زیادی دارن، انگار سرپناه ندارن، مشکل خونه دارن، اجاره خونه دارن یا صاحبخونه جوابشون کرده، پولشون کمه. میگه یه پول ناگهانی با ضریب 2 به دستشون میرسه و این مشکل براشون حل خواهد شد. یه دردی رو دارم روی ساق پا میبینم، یا یه مشکل یا یه بیماری که شفا اتفاق میفته. یه سفر 3 یا 4 نفره یا یه پیکنیک 4 نفره دیده میشه، یا سفر به جایی که دریا یا رودخونه داره، انگار سوار قایق تفریحی میشید و بهتون بسیار خوش میگذره. میگه از الان تا 20 روز آینده عشق یه مقداری برای شهریوری پررنگتر میشه، آتشی تر میشه. اگر شخصی تو زندگیته، یا خیلی بهش ابراز علاقه میکنی، یا این هفته خودش به سمت تو خیلی کشیده میشه. اگر دوری وجود داره ممکنه دلتنگی ایجاد بشه. کارهای عقب افتادت رو تا 15 ماه آینده به پایان برسون، چون بعدش انگار دیگه فرصتی دست نمیده و برات سخت میشه. یه شخصی یه بیماری داره که بیماری خودایمنیه، یه بیماری شبیه به ایدز یا بیماری های اینچنینی. میگه انشالله علائم بیماریش کمتر میشه و شفا پیدا میکنه. یا اگر یه بیماری ژنتیکی مادرزادی داره و داره آزارش میده، اذیتش میکنه، میگه انشالله شفا و بهبودی براش اتفاق میفته. یه کار مهمی رو میگه امسال توی همین زمستون انجام میدی و هم باعث میشی که دیگران تحسینت بکنن، هم خودت یه آفرین بسیار بزرگی از ته دل به خودت میگی. میگه افزایش رزق و برکت داری، ولی باید بخشیش رو پسنداز کنی. برای یه خرجی نیازت میشه. اگر که کنترل روی دخل و خرجت نداشته باشی، ممکنه که به مشکل بر بخوری. من سطح انرژی شهریوری ها رو خوب میبینم. یه مقدار حساسیت یا آلرژی دارم میبینم که ممکنه اذیتتون بکنه این روزها، یا یه سری مشکلات پوستی، خشکی پوست، خارش در پوست. میگه اینها براتون شاید مشکل ساز بشه. یه مقداری هم باید از لحاظ اعصاب به خودتون مسلط باشید، آرامش داشته باشید تا انشالله سلامتی جسم هم براتون حاصل بشه. میگه یه ذکری رو داری میگی که برات باعث اجابت یه دعایی میشه. اگر که خیلی این روزها وسواس داری، ریزبین شدی، خیلی جزئی نگر شدی، میگه مراقب باش تا دلی رو نرنجونی. انگار یه ذره بین گرفتی دستت و داری همه رو چک میکنی و این هم به خودت آسیب میزنه، هم روابطت رو به خطر میندازه. میگه کارهات کم کم به نتیجه میرسن. زحماتی که داری میکشی شهریوری کم کم نتیجهش مشخص میشه. 2 خانوم رو دارم میبینم که با هم کاری رو شروع کردن، بیزینسی رو راه انداختن، هدفی رو پیش گرفتن که توی اون کار و بیزینس و هدف میگه موفقیت دارن، براشون رزق و روزی زیاد میاد. اگر که توی ورزش‌های رزمی مشغول به کار هستی، میگه احتمالاً یه خوشحالی احساسی داری. حالا یا آقا هستی یا خانوم، فرقی نداره. یه خوشحالی احساسی یا یه خوشحالی خانوادگی رو به زودی تجربه خواهی کرد. خب بریم سراغ کارت‌های تاروت برای دوستان عزیزم متولدین شهریور. شهریوری لطفاً نیت کن و اگر آماده و پذیرای دریافت انرژی های مثبت هستی، این ویدیو رو لایک کن و کد کیهانی 344 رو در قسمت کامنت ها لطفاً بنویس.
خب شهریوری میگه که یه خانومی با غرورش و با منم زدنهاش خیلی داره رو مخت راه میره، خیلی اعصابت رو به هم ریخته. میگه خیلی آدم خودپسند و خودخواه و مغروریه و انگار که عالم و آدم باید ستایشش رو بگن، ازش فاصله بگیرین. خانم انرژی خوبی نداره و جز این که برای تو اعصاب خوردی و انرژی منفی ایجاد بکنه هیچ سودی به تو نمیرسونه. میگی توی یه چه کنم یا یه بلا تکلیفی هستی. مراقب باش برای اینکه از این بلا تکلیفی بیرون بیای یا از این شرایط سخت نجات پیدا بکنی وارد شرایط بدتر نشی. بدون آگاهی، بدون شناخت، بدون توجه تصمیم نگیر، کاری رو انجام نده. یه شخص بی‌مسئولیتی یه کاری رو انجام میده، برات یه مشکلی رو به وجود میاره و تو رو به دردسر میندازه. شخصی هم هستش که نیت و غرض بدی نداره ولی یه اشتباه، یه ندونم کاری، یه در واقع بی‌مسئولیتی از طرفش ممکنه باعث بشه تو به دردسر بیفتی. حواست رو جمع بکن. اگر که بین دو راهی قرار داری، میگه تا 10 وعده زمانی آینده از این دو راهی بیرون میای و تصمیم درست رو میگیری. میگه یه مشکلی الان برات به وجود اومده که احساس دست و پا بستگی میکنی، احساس ناتوانی میکنی، ولی معجزه خداوند و لطف خداوند بهت خیلی نزدیکه، بهت کمک میکنه تا از این شرایط سخت بیرون بیای. تولد یه فرزند پسر یا بارداری یه فرزند پسر رو داره نشون میده. پسری که بسیار پرروزیه، خوشقدمه و خودش در آینده شخصیت مهمی میتونه بشه، شخصیتی که باعث افتخار پدر و مادرش میشه. میگه روزی و برکت به زندگی شهریوری میاره این پسر. اگر که رقیبی داری، میگه رقیبت پوچ میشه و اگر نگران کار دادگاهیت هستی، میگه 100% به نفعت خواهد بود. میگه از شهود خودت توی خیلی از کارها میتونی کمک بگیری. حس ششم قوی داری و این حس ششم راه و مسیر رو میگه به تو نشون میده. ازش کمک بگیر، ازش بهره بگیر. شهودت میتونه خیلی خیلی برات کارساز باشه. مراقب یه خانومی هم باش که پوست روشن و موهای تیره‌ای داره. این خانوم زیاد انرژی خوبی برای تو نداره. حواست رو بیشتر جمع بکن. خب بریم سراغ دوستان عزیزم متولدین مهر ماهی عزیز. لطفاً نیت کن. خب مهر ماهی عزیز و دوست داشتنی، بریم ببینیم برای شما چه خبرهایی در راهه. مهر ماهی، برای شما دارم میبینم که یه دل مشغولی یا یه ذهن مشغولی داری که این روزها داره آزارت میده، برات خیلی زود به پایان میرسه. میگه مراقب وسواس و سختگیری بیش از حدت باش. انگار که روی سری مسائل داری بیش از حد وسواس به خرج میدی، سختگیری به خرج میدی و این داره هم خودت رو آزار میده هم اطرافیانت رو آزار میده. استرس و اضطرابی که داری باعث گرفتگی در عضلات بدنت میشه، شکم، پهلو، کمر. سعی کن استرست رو کم بکنی، با آب گرم در واقع عضلاتت رو دوباره آزاد بکنی تا این دردها برات به پایان برسه. میگه انگار این روزها ذهنت میره به سمت یه شخص خاصی در گذشته، انگار که دائم بهش فکر میکنی یا دلتنگش هستی، ولی سعی کن که گذشته ها رو کنار بذاری. اگر تو رابطه هستی، از الان تا 14 روز آینده یه لحظه رمانتیک یا یه دیدار بسیار عاشقانه رو برات میبینم. یه جلسه یا صحبت کاری داری که خیلی برات مهمه و توش یه اتفاق مهم صورت میگیره. اگر بیکار هستی، یه پیشنهاد کاری برات دیده میشه ولی هنوز انگار که خود کار قطعی نیست.
برات خرید لوازم شخصی رو دارم میبینم. حالا لوازم شخصی برقی هم میتونه باشه. یه مقداری بیخوابی‌هات زیاد شده و این باعث میشه تعادل روحیت به هم بریزه. باید خوابت رو منظم بکنی. یه نفر از دور داره بهت نگاه میکنه و نمیدونه چطور باید سر حرف رو با تو باز کنه یا حرف دلش رو چطور باید در واقع به تو برسونه. تمرکزت میگه از الان تا پایان ماه روی درس، کار یا مسائل زندگی بالاتر میره و میتونی که در واقع مدیریت بکنی دوباره. اگر که سررشته امور از دستت در رفته دوباره تسلط پیدا میکنی. اگر قصد داری تغییر شغلی رو انجام بدی نتیجه میتونه برات عالی باشه. یه شخصی توی حروف اسمیش سین یا ف داره، میگه قدم مثبتی رو برات برمیداره یا اگر منتظرش هستی به سمتت برمیگرده. یه فروردینی یا یه شهریوری هم داره بهت فکر میکنه. میگه یه سود کوچیک از یه سرمایه گذاری یا یه کار جانبی یا یه معامله به دست مهر ماهی میرسه و درست زمانی میرسه که خیلی بهش احتیاج داره. اگر که دردهایی در ناحیه قفسه سینه داری یا نفس کشیدن رو خدای نکرده برات سخت کرده، حتما باید به پزشک مراجعه بکنی و سرسری نگیری. میگه یه انگیزه برات از دست رفته بوده مهر ماهی، دوباره برات بر میگرده. انگار دوباره انگیزه و امید و شور و شوق اون کار برات زنده میشه. اگر که میخوای با فامیل کاری رو راه اندازی بکنی برات خوب نمیبینم. یه خرج ضروری از الان تا 21 روز آینده روی ماشینت داری. اگر که خودرو یا وسیله نقلیه ماشین موتور داری یه خرج ضروری رو دارم برات میبینم. خرجیه که باید انجام بشه. میگه مشغله های زیاد باعث شده که نسبت به عزیزانت یه مقداری بی‌توجه بشی و این بی‌توجهیه داره اونها رو آزار میده. حواست به آدم‌های مهم زندگیت باشه. اگر که قراره از شخصی جدا بشی، از کار نه، از شخصی جدا بشی، رابطه‌ای رو ترک کنی، چیزی رو قیچی یا کات بکنی، میگه احتمال این که پشیمان بشی وجود داره. پس روش بیشتر فکر کن. دعای خیر یه شخصی پشت سرته که خیلی برات گشایش ایجاد میکنه. اگر اول حروف اسمی خودت واو یا دالزال هست مثل زکریا، ذبیح، وهاب، ویدا، وحید یا اول فامیلیت، میگه خوشحالی احساسی یا معجزه احساسی یا خانوادگی برات در راهه. یکی از این خوشحالی ها برات اتفاق میفته به زودی. خب بریم سراغ کارت های تاروت برای دوستان عزیزم متولدین مهر ماهی. لطفا نیت کن و اگر آماده و پذیرای دریافت انرژی های مثبت هستی این ویدیو رو لایک کن و کد کیهانی 344 رو در قسمت کامنت ها لطفا بنویس. این دوتا کارت خودشون خواستن که حضور داشته باشن و کارت سوم رو من میکشم. خب مهر ماهی میگه یه پولی در جمع خانواده تقسیم میشه، یه شادی خانوادگی رو رقم میزنه. اگر که تو رابطه نیستی، اگر مجرد هستی، میگه احتمال یه آشنایی با واسطه یا یه خواستگاری با واسطه برات دیده میشه که میگه در هر دو صورت میتونه برات خوب باشه. میگه نتیجهش میتونه خوب باشه. اگر تو رابطه خوبی هستی احتمال جدی شدن رابطه برات دیده میشه. اگر که دوست داری یه عشق لیلی و مجنونواری رو توی زندگی تجربه بکنی در طالع و سرنوشتت هست. میگه برای عده‌ای از مهرماهی ها متاسفانه شخصی راه دعایی رفته و مشکلاتی رو توی زندگیشون به وجود آورده. بستگی ها، سنگینی ها، قفل هایی رو. شخصی که بسیار بدذاته، عبوسه، بددهنه.
و حسادت داره نسبت به خیلی ها که باید پاکسازی انجام بشه. میگه اگر قرار معامله انجام بدی برات بسیار عالیه و رو وعده زمانی 3 تا 4 انشالله اتفاق میفته. از یه جلسه، از یه مذاکره، از یک محفل صحبتی دارم میبینم که با خوشحالی بیرون میای. نتیجهش برات میتونه خیلی خوشحال کننده باشه. بسیار عالی. بریم سراغ دوستان عزیزم متولدین آبان. آبانی عزیز لطفا نیت کن. خب آبانی عزیز و دوست داشتنی، بریم ببینیم برای شما چه خبرهایی در راهه. آبانی برات دارم میبینم که یه راه حل برای یه مشکل قدیمی برات پیدا میشه. میگه اگر که ذهن درگیر شخص خاصیه، این درگیری 2 طرفه است و در واقع اون شخص هم بهت فکر میکنه. میگه یه غمی رو داری، یه عزیزی میاد باهات درد و دل میکنه، باهات حرف میزنه، غمت رو انگار که کم میکنه، انگار بهت تسلی خاطر میده این عزیز. میگه با یه دست داری چند تا هندونه رو بلندش میکنی، یعنی چند تا کار رو برای خودت تراشیدی و از پسش بر نمیای و احتمال اینکه یکی از این کارها رو کلاً کنار بذاری و توش موفق نباشی وجود داره. پس به اندازه توانت سعی کن که در واقع کار و مسئولیت رو قبول بکنی. یه مقداری حساسیت یا آلرژی رو دارم برات میبینم، یا یه سرماخوردگی کوچیک ممکنه برات پیش بیاد، کمبود خواب و خستگی ذهنی هم که به صورت واضح برات دیده میشه. میگه یه راه و مسیری رو داری میری که توش موفقی و 3-4 نفر دیگه انگار میخوان ازت در واقع تقلید کنن، پیروی کنن و همون راه و مسیر رو بیان. اگر که محمد نامی، مهدی نامی، محسن نامی توی زندگیته، میگه رابطتون گرمتر میشه، یا اگر منتظرش هستید احتمال اینکه به سمتتون برگرده وجود داره. برای مجردین میگه جذب یه شخصی میشی که روحیه خیلی لطیف و مهربانی داره، چه آقا هستی چه خانوم فرقی نداره. میگه تا 2 وعده زمانی آینده یک شخصی سر راهت قرار میگیره که جذبش میشی و احتمال اینکه رابطه‌ای تشکیل بشه بسیار زیاده. میگه از الان تا 21 روز آینده شهودت و الهامات درونیت خیلی بالا میره و اونها رو دست کم نگیر، جدیشون بگیر. میتونه برات خیلی مشکل گشا باشه یا میتونه توی تصمیماتت، توی اقداماتت بهت کمک کنه. یه اعتراف احساسی یا یه حرف دل رو دارم میبینم، یا خودت میری حرف دلت رو به کسی میزنی یا کسی میاد و حرف دلش رو با تو در میون میذاره. حالا این حرف دل میتونه اعتراف احساسی باشه یا یه درد و دل ساده باشه، یا کسی که چیزی رو مدت‌ها پنهان میکرده است و میاد و کاملا آشکارش میکنه. میگه یه سری خرج‌های سبک برات دیده میشه تا پایان امسال که ضروری هستن. مراقب سیستم ایمنی بدنت باش آبانی. یه مقدار باید بیشتر به خودت برسی، خودت رو تقویت کنی. اگر دردی در گلو یا معده داری حتما به پزشک متخصص مراجعه بکن تا تحت درمان قرار بگیری. ولی در کل من دارم میبینم از لحاظ روحی تا 1 ماه آینده آبانی آرامتر خواهد شد. میگه یه دعوا یا یه فشاری توی خانواده وجود داره. یه شخصی انگار خیلی خودخواهه یا حس برتری داره و این دعوا رو به وجود آورده، یا توی فامیل هم میتونه باشه. میگه بار مسئولیت کسی روی شونه‌هاته و داره اذیتت میکنه، باید این رو به پایان برسونی. میگه تا 2 هفته آینده یه پیام یا یه تماس خوشحال کننده و ناگهانی داری که شاید اصلا فکرش رو هم نمی کردی. یه شخصی از دور داره تحسینت میکنه، از دور داره برات انگار دست میزنه. شاید هیچ وقت به روی خودش نیاره، شاید هیچ وقت این رو علنی نکنه، ولی خیلی داره در واقع
تحسینت میکنه، ارزش زیادی براش داری. میگه یه احساسی در وجودت هست نسبت به کسی، یه عشقی هست که برای خودت هم عجیبه، یه احساسی که نباید باشه ولی هست و تو داری سرکوبش میکنی، تو داری نادیدش میگیری، چون این عشق عجیبیه و نباید باشه یا یه عشق ممنوع است. اگر رابطه‌ای تموم شده دنبالش رو نگیر، اون آدم درست زندگی تو نبوده و اگر برگرده اوضاع حتی بدتر از قبل هم ممکنه که بشه. خب بریم سراغ کارت های تاروت برای دوستان عزیزم متولدین آبان. آبانی لطفاً نیت کن. بله یه وسیله هم از روی میز من افتاد پایین که نمیدونم چی بود. خب آبانی نیت کن و اگر آماده و پذیرای دریافت انرژی های مثبت هستی این ویدیو رو لایک کن و کد کیهانی 344 رو در قسمت کامنت ها لطفاً بنویس. خب آبانی میگه یه شروع بسیار بسیار دلانگیز داری. شروع یه کار میتونه باشه، شروع رابطه، استارت مهاجرت یا هر اقدام تازه دیگه. میگه احتمالاً در فصل بهار اتفاق میفته و نتیجهش هم میتونه خیلی خیلی برات روشن باشه. میگه میخوای یه مهاجرت یا یه سفر یا یه جابجایی رو انجام بدی، برات بسیار عالیه. اگر چشم انتظار مسئله‌ای هستی بین 2 تا 6 وعده آینده یا 2 تا 6 هفته آینده از این چشم انتظاری بیرون اومدن برات دیده میشه. آشتی داری با کسی که خیلی دوستش داری ولی رابطه مقداری سرد شده بینتون و احتمالاً هم همجنس خودته. میگه این آشتی رو بعد زمانی 6 انشالله اتفاق میفته برات. اگر نگران یک کار دادگاهی یا قانونی هستی موفقیت داری. رد و بدل شدن هدیه رو دارم برات میبینم، یا به شخصی هدیه میدی یا هدیه‌ای رو دریافت میکنی. میگه یه خانومی که میتونه مادرت باشه یا خیرخواهت باشه، هر آنچه که هست نقش مهمی توی زندگیت داره. حضورش، مشورتهاش، دعاهاش، پشتیبانیش، حمایتهاش، حتی اگر که آسمانی شده باشه میگه توی زندگیت هنوز داره نقشش رو بازی میکنه. رفتن پیش خیاط، خرید لباس، به خود رسیدن رو دارم میبینم. میگه توی یه جمعی توجه خیلی ها رو به خودت جلب میکنی، توی جمعی حاضر میشی و خیلی از توجه ها به سمتت میره. حتما اگر که توی چنین جمعی هستی و به خودت خیلی رسیدی صدقه ای رو کنار بذار، اسپندی دود بکن و پاکسازی بکن. میگه بسیار مهربانی، بسیار دلسوزی و همیشه خیر برای بقیه خواستی. این خیر به زندگی خودت بر میگرده تا یه وعده زمانی آینده. یه معجزه یا گشایش بزرگ داری. اگر داری پاکسازی رو انجام میدی، شمع تراپی رو انجام میدی، ذکری رو میگی، چله‌ای رو برداشتی، به هر نیت و هدفی که هست میگه برات بسیار روشنه و نتیجه‌ای که انشالله میخوای رو ازش خواهی گرفت. بسیار عالی. بریم سراغ دوستان عزیزم متولدین آذر. آذری لطفاً نیت کن. خب آذری عزیز و دوست داشتنی، بریم ببینیم برای شما چه خبرهایی در راهه. آذری میگه تجربه بسیار نو و جدید برات در راهه. یه تجربه که شاید تا اینجای عمرت برات اتفاق نیفتاده ولی میگه تا پایان سال یه تجربه شاد و خوشایندی رو خواهی داشت. عینکی شدن رو دارم میبینم یا تغییر نمره عینک رو برای عده‌ای از آذری ها دارم میبینم. یا میگه یه آقا یا خانومی که عینک میزنه خبری رو براتون میاره. میگه به یه امنیت خاطری آذری میرسه. از لحاظ احساسی، کاری، مالی رسیدن به امنیت خاطر رو داره به من نشون میده. برای مجردین یا آشنایی در راهه. ممکنه کسی باشه که اصلا حتی فکرش رو هم نمی کردید به سمتتون میاد و انگار که بهتون پیشنهادی رو میده.
میگه تو این رابطه خیلی عجله نکنید، تو این رابطه آروم آروم پیش برید. اگر متأهل هستی و با همسرت مشکلی رو داری، میگه سوء تفاهم ها آروم آروم برطرف میشه و رابطه گرمتر میشه، ولی باید هر چه زودتر رو در رو با هم صحبت هایی رو با آرامش و با منطق داشته باشید. میگه یه خرجی رو داری که همزمان با یه پولی میرسه و میتونی مدیریتش بکنی. با یکی از اعضای خانوادت یه گفتگو یا دیداری رو داری که گرهی رو برات باز میکنه. یه خانم قد بلندی رو دارم میبینم که چشم انتظاره، خانومی که موهای نسبتاً صافی داره. میگه چشم انتظاریش تا 2 وعده زمانی آینده به پایان میرسه. انگار چشم انتظار یه شخصی از راه دوره یا یه مسافره یا کسی که ازش دوره. اگر اول حروف اسمیت آی با کلاه هست یا نون هست، میگه مهاجرت، سفر و جابجایی به بهترین شکل ممکن برات رخ میده. میگه یه مقدار کمخوابی و خستگی ذهنی داره آزارت میده که باید هرچه زودتر مراقبش باشی و تنظیمش کنی، مراقب سلامتیت باشی. اگر که امتحان مصاحبه یا یه امتحان عملی در پیش داری، برات دارم میبینم به شرط اینکه تمرکز داشته باشی و تلاشت رو بکنی موفقیت داری. یه دلخوری قدیمی برات با آرامش انگار حل میشه. باز هم داره میگه با یه گفتگوی آرام. از یه فروردینی دارم میبینم دو پهلویی میبینی یا دو چهرگی میبینی و ارتباطت رو باهاش کم و کمتر میکنی. میگه یه پولی با سختی وارد زندگیت میشه ولی انگار موندگاره، با برکته. شمعمون خاموش شد، حاجت روایی آذری های عزیز. میگه اگر ذهنت مدتی مسئله مالی درگیرش کرده، تا 2 هفته آینده حل شدنش اتفاق میفته. میگه یه تماسی داری یا یه برخورد ساده‌ای داری یا یه استوری میبینی توی فضای مجازی که برات پر از معناه، شاید حتی یه نگاه باشه، از الان تا 7 روز آینده برات پر از معنیه. انگار که شخصی نیت خودش رو در قالب این مسائل به تو نشون میده. برات دارم میبینم که یه هدیه یا یه پول ریزی از طرف خانواده دریافت میکنی. یه مشکل خانوادگی انگار فشار عصبی زیادی روت آورده، برات آروم آروم حل میشه تا 5 وعده زمانی آینده. و میگه محبت و همفکری یه شخصی که اصلا شاید فکرش رو هم نمی کردی یه گره و مشکلی رو برات حل میکنه و تو مدیونش میشی و به ذات خوب این آدم پی میبری. نظرت انگار راجبش عوض میشه. تا الان شاید جور دیگه راجبش فکر میکردی ولی میفهمی که چقدر مهربان و دریادله. بسیار عالی. بریم سراغ دوستان عزیزم و کارت های تاروت آذری های عزیزم. آذری لطفاً نیت کن و اگر آماده و پذیرای دریافت انرژی های مثبت هستی این ویدیو رو لایک کن و کد کیهانی 344 رو در قسمت کامنت ها لطفاً بنویس. خب آذری میگه توی بلا تکلیفی گیر افتادی. توی بلا تکلیفی یا دودلی وقتی هستی، میگه 2 تا راه حل رو باید همزمان کنار هم داشته باشی. اول اینکه ببینی شهودت بهت چی میگه، قدرت منطق و احساس در کنار هم و با ترکیب هم بهت چه راهی رو نشون میدن. و دوم میگه باید از شخصی مشورت و کمک بگیری که آگاهه، که میدونه باید چی کار کنی، که خیرخواهت هم هست. اون موقع است که راه و مسیرت روشن میشه. میگه یه صیغه، یه محرمیت، یه عقد برای مجردین آذری در راه رو وعده زمانی 5 یا شرکت در چنین مراسمی
اگر نیت بارداری داری، بارداری فرزند دوقلو رو داره نشون میده. میگه انگار پیش شخصی که پزشک یا وکیل یا تخصصی در کاری داری مشورت میگیری و ازش کمک میگیری، همفکری میگیری برای یه موضوعی، برای حل یه مسئله. یه سفر زیارتی برات در راهه که باعث آرامش و حاجت رواییت میشه، یا میتونه یه سفر سیاحتی باشه. خصوصا اگر مجرد هستی میتونه برای تو آغاز یه رابطه رو رقم بزنه این سفر، این جابجایی. میگه یه خانم بسیار مهربانی توی زندگیت هست که دوستت داره و همیشه پشتیبانته، قدرش رو بدون. میگه ازدواج با واسطه برای عده‌ای از آذرماهی‌های عزیز رقم میخوره که میتونه بسیار عالی باشه. خوشحالی احساسی یا خوشحالی در جمع خانواده رو تجربه میکنه به زودی. آذری، یه شادی که تمام اعضای خانواده رو خوشحال میکنه. میگه اگر که رقیبی داری پوچ میشه. باز هم داره از بارداری و تولد فرزند میگه، تولد فرزند پسر که بسیار خوش قدمه. میگه اوضاع به کامت میشه، بخت و اقبال روشن داری. اگر توی کاری به بنبست خوردی، لطف خداوند شامل حالت میشه، میاد و دستت رو میگیره و کمکت میکنه. میگه رزق و روزی و برکت رو بعد زمانی 10 وارد زندگیت میشه. روشنی، از نو تازه شدن، از نو زنده شدن برای آذری عزیز اتفاق میفته به لطف پروردگار. بسیار عالی. بریم سراغ دوستان عزیزم متولدین دی. من شمع رو روشن کنم و برگردم. دی ماهی عزیز لطفا نیت کن. خب دی ماهی عزیز و دوست داشتنی، بریم ببینیم برای شما چه خبرهایی در راهه. دی ماهی، یه خستگی عمیق رو دارم برات میبینم. یه خستگی که مربوط به کار نیست، مربوط به فعالیت نیست، از بلا تکلیفیه، از تنش و استرسی هست که این روزها داری. انگار که یه مدت احساس میکنی توی بنبستی هستی و هر چه تلاش میکنی انگار راه خروجش رو پیدا نمیکنی و این روحت رو خیلی خسته کرده. میگه از الان تا 34 روز آینده نهایتاً یک تلفن، یک تماس یا یک زنگی برات پیش میاد که باعث میشه مسیر زندگی تغییر بکنه و از این حال و هوا بیرون بیای و اون راه خروجی که باید، اون راه رهایی رو به سمت تو انگار که باز میکنه، بهت نشون میده. بالاخره در واقع تکلیفت مشخص میشه و به آرامش میرسی. از لحاظ مالی برات فشار رو میبینم ولی بحران مالی خدا رو شکر نداری. یه خرجی پیش میاد که برات قابل کنترله و میگه یه سری از عادتهای مصرفیت، یعنی خرج کردنهای الکی داری که باید کنار بذاری. این عادتها باعث میشه که ذره ذره پولهایی رو خرج کنی که شاید اون لحظه به چشم نیاد ولی اگر که در واقع پسنداز بشه میتونه که پول قابل توجهی بشه و باید این رو در خودت تغییر بدی. توی روابط یه فاصله‌ای دارم میبینم بچه‌ها، یه فاصله‌ای که انگار هیچ کدومتون راضی به این فاصله نیستید ولی متاسفانه پیش اومده. ولی اینکه ادامه دار بشه یا نه به هر دوی شما ربط داره. باید قدم بردارید برای رابطه، باید یک تلاشی بکنید تا این رابطه دوباره گرم بشه. 2 نفر رو دارم میبینم که بیمارن، انگار همزمان بیمار شدن. برای هر دوشون شفا هست. اگر که توی خانواده 2 نفر همزمان بیمار هستن، هر دو به لطف پروردگار شفا دارن رو بعد زمانی 8. میگه یه کفش دوزک داره میشینه روی شونه های یه خانوم تنها، یعنی یه خوششانسی، خوش اقبالی برای یه خانومی که مجرد، مطلقه است یا بیوه هست دیده میشه. یه
آقایی که خیلی کارها از دستش برمیاد و به نوعی همه فن حریفه یا مقام بزرگی داره، میگه توی یه مسئله‌ای، توی یه موضوعی به شما کمک میکنه و دستتون رو میگیره، انگار توی یه مسیر بنبستی راهی رو بهتون نشون میده. یه جادو و طلسم میبینم متاسفانه بین دوتا عاشق یا دوتا زوج، یه زن و شوهر. یه خانومی راه دعایی رفته و بین اینها فاصله ایجاد شده. هم دعا و طلسم دارن، هم چشم و نظر متاسفانه، و تا این از بین نره این رابطه دوباره درست نخواهد شد. اگر قرار تصمیمی رو بگیری، میگه بین 20 تا 30 روز آینده میتونه بهترین تایمش باشه و بهتره که بیشتر از این طولش ندی. تعلل بیشتر باعث ضرر بیشتر برای تو میشه. میگه یه موضوع کاری یا مالی مدت هاست که نصفه و نیمه رها شده، انگار که نه شروع شده نه بسته شده نه به پایان رسیده. میگه تا 15 روز آینده دوباره از سر گرفته میشه و این بار به نتیجه میرسه. یه نفر که توی حروف اسمیش میم یا سین داره، میگه آدم دو چهره‌ایه، حواست رو جمع بکن. ممکنه خیلی منفی نباشه ولی صداقت نداره، شفافیت نداره. یه پیشنهاد داری، در نگاه اول خیلی خوب و منطقی به نظر میرسه، ولی اگر که خوب راجبش دقت نکنی، خوب راجبش تحقیق نکنی، بعداً برات دردسر میشه، باعث اذیتت میشه. یک پول کوچولو ولی به موقع دارم میبینم که به دستت میرسه، درست در زمانی که نیاز داری و انگار یه نفس راحت میکشی. اگر توی شماره تلفن خودت عدد 8 و 7 رو با هم داری یا شماره پارتنرت، میگه احتمال بازگشت زیاده. یا اگر که توی حروف اسمی خودت یا پارتنرت دال یا پ رو داری، میگه احتمال بازگشت برای رابطه‌ای که کات شده خیلی زیاده. بسیار عالی. بریم سراغ کارت های تاروت برای دوستان عزیزم متولدین دی ماهی عزیز. لطفاً نیت کن و اگر آماده و پذیرای دریافت انرژی های مثبت هستی، این ویدیو رو لایک کن و کد کیهانی 344 رو در قسمت کامنت ها لطفاً بنویس. خب، دی ماهی میگه پیروزی داری، موفقیت داری، توی موضوعی برگ برنده رو توی دستات میگیری و بابت این انگار میخوای سور بدی، جشن بگیری و بقیه رو هم در این خوشحالی خودت سهیم کنی. خرید و فروش ماشین رنگ روشن رو دارم برات میبینم که میتونه برات پر از سود و منفعت باشه. اگر قراره با 1-2 نفر شراکتی رو داشته باشی، برات دارم پرسود میبینم، به شرط اینکه خوب راجع بهش آگاهی داشته باشی. میگه دعوت میشی به یه مهمانی یا یه دوره همی که در اونجا یه پیشنهاد کاری مالی یا یه مسیر کاری مالی ممکنه برات باز بشه. اگر که نگران یک جلسه، یک قرار ملاقات هستی، مصاحبه‌ای داری، مصاحبه یه آزمونی میتونه باشه یا مصاحبه استخدام در فضایی، در مکانی، میگه نگران نباش، نتیجهش برات مثبته. پول ضریب 3 رو دارم میبینم که به دستت میرسه برای آقایون به خواستگاری رفتن و مراسم نامزدی دیده میشه و برای خانوم ها خواستگار اومدن. میگه توی دوراهی و دودلی سرگردون موندی، ولی این اوضاع خیلی زود تغییر میکنه. حال و هوات عوض میشه، شرایط زندگیت فرق میکنه. اگر که کسی با
بدجنسی و بدذاتی و کینش باعث شده که تو حس دست و پا بستگی داشته باشی، میگه به زودی تاوان بدی پس میده و زیر عذاب کائنات له میشه. کسی که برای تو دست و پا بستگی ایجاد کرده خودش عذاب سختری رو خواهد کشید بابت این بداندیشی و رفتار زشتش. بسیار عالی. بریم سراغ دوستان عزیزم متولدین بهمن. بهمنی لطفاً نیت کن. خب بهمنی عزیز و دوست داشتنی ما، بریم ببینیم که برای شما چه خبرهایی. خب آقا و خانومی رو داره نشون میده که تو سن بالای 40 سال در حال ازدواج هستن. اگر که آقا یا خانم بهمن ماهی هستی، سنی بالای 40 سال داری، یه ازدواج بسیار خوب به همراه یک فرزند رو دارم براتون میبینم و در طالعتون دیده میشه. میگه یه مقداری تو روابط احساسی شما فاصله ایجاد شده و این به خاطر خستگی ذهنی بین شما و در وجود شما یا در وجود پارتنر یا همسرتونه. به خاطر بی‌علاقگی نمیتونه باشه. یه تصمیمی میگیری توی زمینه کاری و مالی کوچیکه ولی میتونه اثرات بزرگی توی زندگیت داشته باشه. دست از دلسوزی بیجا بردار بهمنی. میگه تا الان ضربه های زیادی رو به خاطر این موضوع خوردی و بهتره که دیگه دست برداری. یا داره میگه خودت به یه نتیجه میرسی، چیزی میبینی، حرفی میشنوی که دست از دلسوزی کردن بیمورد بر میداری برای یه عده یا برای شخصی. ذهنت شلوغه، چند تا موضوع همزمان روی هم افتاده و یکی دو تاش مربوط به آینده است، یکی دو تا مربوط به گذشته است. انگار هنوز ولت نکرده مسائل گذشته. طی یکی دو هفته آینده میگه یه انتخابی رو داری که اگر که انتخاب بکنی خب عواقب خاص خودش رو داره، اگر که انتخاب نکنی باز هم یه سری مشکلات برات پیش میاد. میگه باید بالاخره یه تصمیمی بگیری یا انگار که باید یه بلا تکلیفی رو برای خودت تموم بکنی. پول رو دارم برات میبینم ولی یه مقداری انگار که پولها برات نامنظم میاد و اگر برنامه ریزی نداشته باشی ممکنه که دچار مشکل بشی. پس این یکی دو ماه رو سعی کن رو مسائل مالی بیشتر برنامه داشته باشی. یه نفر انگار که از بی‌توجهی تو خیلی ناراحته. یه نفر انگار که نیاز به توجه تو داره، نیاز داره که تو خیلی در واقع ابراز علاقه بهش بکنی ولی تو دیگه نمیتونی این کار رو بکنی چون آدم سابق نیستی، چون ازش ضربه های خوردی که دیگه برات قابل هضم نیست این موضوع که بخوای دوباره بهش در واقع محبتی رو داشته باشی. میگه حس کنترل بیشتری بهمن ماهی روی زندگیش میگیره. احساس تسلط بیشتری پیدا میکنی. حتی اگر که همه چیز ایدئال نباشه انگار تو میتونی بهتر مدیریتشون کنی. توی یه سری روابط میگه مرزبندی لازمه، نه لزوماً قطع رابطه. میتونی رابطه رو با یه سری خط قرمزها مرزبندی کنی به جای اینکه بخوای با عده زیادی قطع ارتباط بکنی. یه حسی داری شبیه به این که انگار از بقیه عقب موندی یا شبیه به این که انگار مفید نیستی. دائم انگار داری خودت رو با دیگران مقایسه میکنی و انتظاری از خودت داشتی که انگار نتونستی برآورده کنی ولی باید به شرایطت هم نگاه کنی. شرایطی که این روزها یا این چند وقت اخیر پشت سر گذاشتی شرایط آسونی نبوده و تو در واقع حق داشتی، بخشیش در واقع در دست تو نبوده یا خارج از کنترل تو بوده. ولی میگه نگران نباش، تا چند روز آینده یه موقعیت پیش میاد که اگر ازش درست استفاده بکنی سریع جلو رفتن رو داری، سریع پیشرفت کردن رو داری. برای یه درگیری میبینم از دوری یه شخصی.
ولی انگار که این دوری و دلتنگی رو در خودت داری سرکوب میکنی. یعنی این حس دلتنگی رو نمیخوای که خیلی بروز بدی یا نمیخوای بهش بال و پر بدی و این داره بیشتر اذیتت میکنه، چون با خودت رو راست نیستی، چون نمیذاری که تخلیه احساسات صورت بگیره. خرید یه ماشین رو دارم براتون میبینم. اگر ماشین دارید بچه ها، رو وعده زمانی 3 احتمال یک خرجی رو براتون دارم میبینم که ممکنه داشته باشید در مورد ترمز ماشین یا در واقع چیزهای شبیه به این. انگار یه تعمیری، یه خرجی رو خواهید داشت. بسیار عالی. بریم سراغ کارت های تاروت برای دوستان عزیزم متولدین بهمن. بهمنی لطفاً نیت کن و اگر آماده و پذیرای دریافت انرژی های مثبت هستی این ویدیو رو لایک کن و کد کیهانی 344 رو در قسمت کامنت ها لطفاً بنویس. خب، بهمنی عزیز و دوست داشتنی. بهمنی میگه خیلی چشم انتظار هستی، خیلی بیقرار موضوعی هستی. میگه شاید اونجوری که تو میخوای پیش نره، ولی مطمئن باش که هر جوری که رقم بخوره به نفعته. اگر نیت مهاجرت، جابجایی یا سفر رو داری بیشتر روش فکر کن. یا اجازه نده هر کسی با نظر خودش در واقع تو رو وادار بکنه که تصمیمی در مورد سفرت، مهاجرتت یا جابجاییت بگیری. خودت رو با شرایط خودت بسنج و اصلا به نظرات دیگران کاری نداشته باش. تا جایی که بخوای ازشون استفاده بکنی اوکیه، ولی اگر که اونها بخوان تصمیم گیرنده باشن برای تو، میتونه که برات مشکلاتی رو به وجود بیاره. میگه یه پیشنهادی رو دریافت میکنی از الان تا 15 روز آینده که این پیشنهاد خوبی نیست، گرچه شاید ظاهر خوبی داشته باشه. برای عده‌ای دارم طلاق و جدایی رو میبینم و میگه یه ناراحتی یا دلشکستگی از این طلاق یا از این جدایی برای عده‌ای از بهمن ماهی ها وجود داره متاسفانه. اگر که شخصی در اطراف شما بیماری قلبی داره یا خدای نکرده خودتون بیمار هستید یا یه جراحی یا یه چیزی شبیه به آنژیوگرافی داره، براش خیر مثبت، شفا براش اتفاق میفته و میگه تو با قدرتی که داری هر چقدر هم که زمین بخوری میتونی دوباره بلند شی و از نو زندگیت رو بسازی. تو آدم بسیار قوی و محکمی هستی، انسان بسیار توانمندی هستی، خودت رو دست کم نگیر. یه خانومی داره نقش بزرگی تو زندگیتون بازی میکنه، یه خانوم بسیار توانمند و صبور. میگه باعث رشد و پیشرفت شما شده، توی زندگی شما نور و گشایش ایجاد کرده. قدرش رو بیشتر بدونید. اگر حیوان خانگی داری برات یه غمی پوچ میشه. نشستی داری برنامه میریزی برای آیندت، برای روزهای آینده و میگه میتونه خیلی برات عالی باشه، به شرط اینکه همت و اراده انجام دادنش رو هم داشته باشی. میتونه برات بسیار بسیار مثبت باشه. بسیار عالی عزیزان. بریم سراغ دوستان عزیزم متولدین اسفند. اسفندی عزیز لطفاً نیت کن. بله، اسفندی عزیز و دوست داشتنی، بریم ببینیم برای شما چه خبرهایی در راه. خب، اسفندی داره میگه که از الان تا 16 روز آینده یا 26 روز آینده گره ذهنی تو سبکتر خواهد شد. چرا؟ میگه چون تکلیف یه موضوعی برات مشخص میشه. یه سفر، کوچ، مهاجرت دست جمعی رو بچه ها دارم براتون میبینم که میتونه براتون خیلی عالی باشه. انگار همه با هم همت میکنید و این کوچ رو صورت میدید. خانم و آقایی که فرزنددار میشن، بچه دار میشن، خوشحالن و بابتش جشن میگیرن. یه جشن
در واقع انگار تولد نوزاد یا حموم دهی نوزاد رو داره به من نشون میده. میگه اگر فرزند پسری داری که توی سن جوانی و نوجوانی و داره قلدری میکنه و تو و پدرش رو یا خانواده رو عاصی کرده، میگه به زودی سرش به سنگ میخوره و تغییر رفتار میده. اگر که فتانه، افسانه، پروانه چنین اسمهایی رو دارم برات میبینم از یه دوراهی و بلا تکلیفی بیرون اومدن رو داری. یه شخصی داره خودش رو از شما دور میکنه یا داره از شما فاصله میگیره یا داره کاری میکنه که شما ازش دور بشید. به قصد داره این کار رو میکنه. میگه الان این روزها بهترین زمان برای اینه که یه سری کارهای نیمه کاره رو به پایان برسونی، یه سری پرونده های نیمه بسته رو ببندی. اگر که توی حروف اسمی خودت عین یا لام داری، خوشحالی احساسی برات میبینم. اتفاقات میگه ممکنه از الان تا پایان سال روی دور سرعت برات بیفته. خیلی دور تندی رو دارم میبینم. دیگه پشت سر هم اتفاقاتی رو داری که 95%شون خوشاینده و انگار بهت فرصت فکر کردن نمیده. تا میخوای به یه اتفاقی فکر کنی، یه اتفاق خوشایند دیگه پشت بندش رخ میده. برات دارم میبینم که یه موضوعی توی ذهنته یا توی قلبته که حتی خودت هم جرأت مواجه شدن باهاش یا اقرار و اعتراف کردن باهاش رو نداری. اگر که منتظر شخصی هستی که توی حروف اسمیش دال، پ یا ک داره، به سمتت بر میگرده. یه عمل جراحی رو دارم میبینم که میتونه عجولانه اتفاق بیفته و بعد باعث پشیمانی بشه. حالا چه زیبایی هستش چه درمانیه، میگه با عجله این کار رو نکنید. توی روابط احساسی کشمکش کوتاه پیش میاد، نه یه دعوای جدی، ولی خیلی زود برطرف میشه. انگار بیشتر میخواید به هم ثابت بکنید که کتن کیه و کی در واقع قوی تره. جنگ قدرت انگار یه جورایی. اگر که عجله داری برای انجام کاری، باز هم داره عجله رو نشون میده. میگه هر چقدر که اون کار روشن باشه، این عجله میتونه باعث مشکلاتی برات بشه. حواست رو جمع کن. توی مسائل احساسی باز میگه انگار که خسته شدی. در برابر شخصی خیلی کوتاه اومدی و احساس خستگی داری. در برابر شخصی بار رابطه انگار دائما روی دوش تو بوده و دیگه نمیتونی تحمل بکنی. این رابطه دیگه به آخرش رسیده. یعنی دقیقاً به نقطه پایان رابطه رسیدی. اگر که چنین احساساتی رو در خودت داری و چنین تجربیاتی رو داشتی. میگه یه وقتایی یه خبری رو میشنوی که اولش به نظرت بی اهمیته، ولی بعدش میبینی چه اثر عمیقی توی زندگیت داشته و از الان تا 21 روز آینده یه چنین خبری به گوشت میرسه که شاید خیلی برات بزرگ و جذاب نباشه، ولی میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. اگر که توی حروف اسمیت ب یا نون داری، میگه باید تکلیف خودت رو با یه موضوع یا مسئله‌ای روشن کنی. باید شفاف کنی راه و مسیرت رو. خب بریم سراغ کارت های تاروت برای دوستان عزیزم متولدین اسفند. اسفندی لطفاً نیت کن و اگر آماده و پذیرای دریافت انرژی های مثبت هستی، این ویدیو رو لایک کن و کد کیهانی 344 رو در قسمت کامنت ها لطفاً بنویس.
خب اسفندی میگه میخوای یه معامله‌ای انجام بدی یا دیداری داشته باشی، استارت کاری رو بزنی، شراکتی رو بزنی، عجله نکن. همونطور که در انرژی چای بهت گفتم، میگه این عجله میتونه برات دردسر ایجاد بکنه. وارد بحث و دعوا نشو. ممکنه که از بی‌مسئولیتی کسی یا بیخیال بودنش یا باری به هر جهت بودن کسی عصبانی بشی و بخوای که تمام مشکلات و تنش‌های این روزهات رو سر اون تفلک خالی کنی. پس اگر که چنین عصبانیتی برات رخ داد، سعی کن که گذر کنی و حداقل توی این 16 روز خیلی پاپی کسی نشی، چون دارم برات انرژی میبینم شبیه به یه قهر بزرگ. اگر قصد سفر زمینی رو داری، حتما صدقه ای رو کنار بذار. یه شروع تازه داری توی فصل بهار، یه شروع تازه توی عشق، توی کار، توی مهاجرت، توی جابجایی. میگه برات خیلی مثبته، خصوصا اگر راجع به مهاجرت و جابجایی باشه. اگر که دلنگران یک مسئله قانونی یا اداری هستی، میگه جوابش برات مثبته، نگران نباش، اون نتیجه‌ای که میخوای رو میگیری. میگه شهودت این روزا قوی شده و میتونی ازش کمک بگیری برای شناخت آدم‌ها یا برای تصمیماتی که این روزها ذهنت رو مشغول کرده. انگار یه بلا تکلیفی داری. میگه از شهودت کمک بگیر. شهودت به تو نشانه هایی رو خواهد داد که میتونی با کمک اون از این بلا تکلیفی بیرون بیای. میتونی یه انتخاب درست داشته باشی. یه شخصی در اطرافتونه که انگار اعتیاد داره، متاسفانه، و اعتیاد داره زندگیش رو به هم میریزه. اگر که میتونید بهش کمک کنید تا از این وضعیت رها بشه. اگر که این شبها خوابهای پریشان میبینی، میگه نگران نباش، برات خیره، برات نتیجه منفی نداره، تعبیر منفی نداره. شفای بیمار رو داره نشون میده رو وعده زمانی 2 که انشالله به لطف پروردگار اتفاق میفته. بسیار عالی عزیزان، خیلی خوشحالم که امشب هم در خدمتتون بودم با این انرژی خوانی بسیار قوی و تا فردا شب خداوند یار و نگهدار همه شما عزیزانم.